تاجیکستانی هم حتی برشون من ویدیو ماندم که گفتم که کلگیتان من بد نگفتم، حتی معذرت خواهی کردم که گفتم تا کسایی که برای ما بدی کردم واره. من بعد گفتم که با اینکه این قدر من معذرت خواهی هم کردم آدم نمیشه، هر روز در کامنت های من میاین روسی نوشته میکنن، دو میزنن، ویدیو میمونن بر روسی دو میزنن. شما اصلا تاجیک نیستی، روس هستین، فهمیدین؟ چه بزرگان میگویند یک بار خطا کردن ممکن است، دو بار تأخیر کردن قابل قبول نیست. چه شما میگوید که از مردم تاجیکستان عذرخواهی کردید، معذرت خواهی کردید، اما در زیر کامنتاریتون میدرویند با زبان روسی انا دو میزنن، پس بلندی میگویند انا و میگوید که مردم تاجیک اما تاجیک نیست، روس هست و این گونه کلمه خیلی زیاد شده است. در صحیفه اجتماعی میگویند که مردم تاجیکستان نسل روس هستند و غیره، و این یک بزرگ اشتباه شما است. من میگم چرا؟ ببینید، شما یک آدمی کمی منافق هم هستید. چرا؟ یک دو روز پیش یک ویدیو نو را دیدم، یک بچه ازبک از افغانستان، نمیدونم در کجا هست، خیلی دور میزنند مردم تاجیکستان ها، پرچم تاجیکستان ها میماند و با مردم تاجیکستان با حکومت تاجیکستان دور میزند، در وقتی که با فکرم بی سواد است، نمیداند که در تاجیکستان تاجیک است، ازبک است، قرغیز است، قزاق است، ترکمن است، تمام دیگر ملت ها هستند. ما با دوستی زندگی میکنیم در تاجیکستان، اما خیلی دور میزند مردم تاجیکستان ها. و شما باشید، شما در آمده در زیر کامنت میگوید که تو جان من هستی، یعنی یک موتیواسیون میکنید و یک چخه خودتون میگوید در گپتون خویمالی میکنید شم، یعنی دستگیری میکند شم، در وقتی که شما باید گوید که من اشتباهی کردم که مردم تاجیکستان رو دو زدم، تو اشتباه نکن، تو این گونه کلمه را استفاده نبر، این گونه بدگویی نگو. شما میدونید و میگوید که تو جانی من هستی. و چه جان شما است که و مردم تاجیکستان مادر پدرش خواهر دادر برادرش همش دو میزند. این همه از دوستی شما. خب چه میگویند؟ با دیگ شینی سیاه شوی، با ماه شینی محتاج شوی. شما همون دیگ هستید که با دیگان میشنید و سیاه میشوید. فهمیدید؟ پس من با معذرت خواهی شما یگان باوری کاملا ندارم، باور کنید. اما شما میگوید که ما نسل روس هستیم و دیگر نفران میگن که ما نسل روس هستیم. من با شما جواب میتیم، اما خواهش میکنم بیاید یه ویدیو نوار دیگه کمی تماشا کنیم. ما یک کافیر میگوید و میگوید که ما بدترین آدم ها هستیم و افریقایی باشن 100% از ما بارین همزبان ما خوبتر هستن و بهتر هستن و غیره. نه تو همزبانی ما نیستی، تو روس هستی، چگونه حرفا میزنند، نسل روس هستی، تاجیک اوکی است که تو تاجیک هستی، ولی زیر سلطه روس هستی، تو نمیتونی، حق نداری بیای سر هموطن ما گپ بزنیم. و این شکل یک گفتنی برای کسایی دارم که میان از این تاجیکا و از این ایرانیا حمایت میکنن که همزبان ماست، که فارسی و همزبان ماست فلان. نه لالا جان، هیچ کس همزبان ما نیست و هیچ کس از ما نیست. زبانش بر ما میخوره ولی هیچ از ما نیستن. ما فقط خود ما باید از خود ما باشیم. تاجیک ما، ازبک ما، هزاره ما، ترکمن ما، همه ما باید از هم باشیم و همه ما از هم هستیم و جز خود ما هیچ کسی دیگه به درد نمیخوره. یا همه بیگانه ان، چی ایرانیش باشه چی تاجیکش باشه. درسته که مسلمان ولی گپ میزنن ولی مسلمان نیستن، ما را قبول ندارن. غیر از اینکه ما خود ما را قبول کنیم و یک چند تا افغانی دیگه من تاجیک هستم بیای پشت از بیچاره هموطن خودت ویدیو بالا که یارا بلگان و فلان و فلان خایمالی تاجیک و ایرانی را بکنین. تا خایمالی ایران شکدی چی کرده حق تو؟ روزنامه بگه برای تو مرده روان میکنه، جسد رای میکنه طرف افغانستان. چقدر بی‌احترامی، چقدر بی‌عزتی را برای شما میکنه. همزبان ماست، چی همزبان چی گپی چی؟ اصلا یا نی انسان هستن نی همزبان ماست، هیچ ما نیستن. لالا یک بیگانه ان. از یا کدا امی کافر رو من خودم در آلمان زندگی میکنم، یا 100 برابر از او خوب هستن یا کافر هستن. 100 برابر از همسایه ما، 100 برابر از همزبان ما خوب هستن. از تاجیکستانی عزیز آمدن زیر ویدیوی ما، نمیدونم بر روسی نوشته میکنن، دعوا میزنن یا هر چی. ببینین باز براتون میگم، من مشکل من با هیچ یکی از تاجیکستانی ها نیست.
مشکل ما با تاجیکستانی نیست، مشکل ما با اون چند تا اوباشی هسته که همچو کارهای را میکنن، همچو تفریقهای را میندازه بین ما و شما. و ای که تو تاجیک هستی و میخوای افغانستان رو بسازی، نه ما خودمون افغان هستیم، ما خودمون میسازیم. من خودم یک تاجیک هستم و از ولایت بدخشان هستم که فرق ما میان تاجیکستان، کشور تاجیکستان فقط یک دریاست. و این نیست که من بیام برای قوم تاجیک بی‌احترامی کنم، با تاجیکستانی عزیز بی‌احترامی کنم. نه خیر، من به هیچ کسی، به هیچ بنی بشری بی‌احترامی نمیکنم. باور کنید من حیران هستم از همین آدما. اول یک گپ میزنن، پس با دیگه گپ میزنن. هیچ نمیفهم که چی فکر عقیده دارن اینا مثل همون منافقای هستن که با یکدیگر هستن، فقط یک گپ میگوین، پس که اونها رو میجیقن، پس میگیرن، با عوض میکنن گپشونا. اول میگیرن اینقدر مردم تاجیکستان رو دو میزنن، میگوین که کافر هستن، از کافرای بدتر هستن. انا میگوین که ما یگان چیزی نداریم با اونها، اما که کمی کامنت موندن شونا، جیقیدن شونا، میگوین که نه، ما همه را در نظر نداشتیم، ما تنها همون آدمای در نظر داشتیم که اونها بر ضد ما هستن. چی همون امیرش، چی همین ای بچه، چی همین دیگر همون ازبکش، دیگر بچه همش یک مثلی همون منافقای هستن که در روی شما اول یک گپ میگوین، پس که جیقیدن شونا با گپشونا عوض میکنن. فهمیدید برادران؟ این گونه آدم نباید شود. این همی بچه هم میگوید که ما روس هستیم. این چه خیلی ما را قبول کنیم مردم تاجیکستان؟ خب مشکلی نیست، خدا جزای همه را میتید، دروغگویانه با روزگویانه. اما من چه گفتم، همون امیر اگر که زیر کومنتی همون ازبک نمیگفت که تو جانی من هستی، خب من باور میکردم که در حقیقت ممکن که اشتباه کردگی باشد و صمیمانه عرض خواست. اما نه، وای میدوید مثل همین بچم که این بچم اول میدوید میگوید که شما همت روس هستی، شما همت کافر هستی، در زیر کومنتش مینویسد که تو جانی من هستی، تو دوستی من هستی. پس میدوید به اون ازبکی که تاجیکستانی خیلی دور میزن، مادر پدری تاجیکستانی حقارت میکند، میدوید میگوید که تو دوستی من هستی، تو جانی من هستی. من باوری ندارم، اینو یک منافق هستن همش. و اویدی روس ها میگویند که ما روس هستیم، ما نسل روس هستیم. من دو کلمه به شما میگویم، ببینید همین امیر باشد چی من فهمیدم، یا که هزوره هست یا که ازبک است، یعنی مغول تبار است. مشکل نیست، ما با مردم هزوره، مردم ازبک، مردم ترکمن، پشتو و دیگر یگان مشکلی نداریم. من دوستای نزدیکم هزوره ها دارم، انا ازبک هم دارم، ترکمن هم، دیگر ملت هم، پشتو هم دارم، یگان مشکلی نیست. اما اوید زبان و نسل روس، ببینید امروزه مغولستان که مغول و ترک تبار هستن، با حرفای کریلیک می نویسن. شما روسی میگوید و روسی نیست. این حرفایی که شما میگوید این حرف روسی نیست، این حرف کریلیک است. یک بسعودی به منطقه شما را نشون میتید. کریلیک یعنی از آدمی که کریل نام داشت، از بلغارستان بود، عصرهای نمیدونم چندم، ببخشید همین الفاویت عصر هشتم باشد، 12 باشد، نمیدونم. خلاصه همین الفاویت میبرد و از همین الفاویت مردم سلاویانی استفاده میبرند، یعنی اوکراینی، بلاروسیا، روسیه و دیگر دولت‌ها از آن جمله مقدونیه و غیره استفاده میبرند و این پهن میشود. و امروز باشد مردم روس، مردم مغولستان، مردم قرغیزستان، قزاقستان، ازبکستان، ترکمنستان و دیگر دولت‌های همین آسیا از همین الفاویت استفاده میبرند. خب آنها که استفاده بردن، پس چی مغول هم نسل روس شد، قرغیز قزاق هم نسل روس شد، ازبک ترکمن هم نسل روس شد. چرا شما نمیگوید که آنها نسل روس هستند اما تاجیک‌ها میگوید که نسل روس هستند؟ خب اوید ترک‌ها یعنی ترکای ترکیه، آنها امروز باشد حرفای لاتینی استفاده میبرند. خب چی آنها نسل لاتینا شدن؟ یک کمی عقلتون گیران کنید، کمی فکر کردن یاد گیرید، بی سوادان و بی منطقان. خب ما که نسل روس باشیم، پس شما نسلی کی هستید؟ با کدام زبان حرف میزنید و از کدام الفاویت استفاده میبرید؟ البته که از زبان پارسی و از الفاویت پارسی.
пас чӣ? Шумо ки ин қадар дод мезанед мо тоҷик ҳастем, мо узбак ҳастем, мо ҳазора ҳастем, мо туркман ҳастем, мо пашту ҳастем. ҳаматон чӣ насли порсу тоҷик ҳастед? ин қадар тоҷикоя давр мезанед. дар вақте ки дар мазҳаби имоми аъзам Абу Ҳанифа радиаллоҳу анҳу ҳастед. яке аз бузургтарин одамони фақиҳони ин дунё, мусалмонони давраи худ. 4 мазҳаб аст ки Абу Ҳанифа, Ҳамбалӣ, Маликӣ, Шафӣ ва танҳо имоми аъзам Абу Ҳанифа аъзам, яъне бузургтарин имом ном дорад. имоми тоҷик. ин қадар тоҷиконро давр мезанед, аммо китоби тоҷиконро мехонед. аз он ҷумла китоби имоми Бухориро, имом Албухорие ки ҳадисҳои саҳиҳи пайғамбари Расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи ва саллам ҷамъ кардагиаст. пас аз Қуръон саҳиҳтарин, беҳтарин китоби мусалмонон ин Саҳиҳ Албухорие ҳаст, ки бузургони тоҷикон аст. имоми Тирмизӣ, имоми Ғазалӣ, имом Муслим порсҳо буданд. пас чӣ шумо тоҷикона имрӯз яъне порсҳоро давр мезанед? шумо аз Ҷалолиддини Балхи Румӣ ин қадар муҳофизат мекунеду ин қадар ҳавасмандӣ мекунед. пас вай кӣ буд? вайам бузурги тоҷик буд. имрӯз шумо ҳамоям давр мезанед. ибни Сино, Алхоразмӣ, Бирунӣ ва ғайра. шумо ҳамин бузургонам давр мезанед. тоҷикон мегӯянд ки касе ки айби дигарон ҷӯяд, айби худро набинад. пас биёед аввал айби худро бибинем. мумкин ки худ мо айбдор бошем. ё ки мегӯянд ки доғи худро аввал бибин, пас доғи дигаронро. агар ки ҳар яктаи мо аввал иштибоҳҳои худро, айби худро, доғи худро бибинем, бовар кунед, мо ба айби дигарон, ба доғи дигарон, ба гапи кори дигарон дастамон намерасад, вақтамон намерасад. ҳамин буд. дигар ташаккури зиёд. хона обод бошед. сарбаланд бошед.